درود بر شما دوستان عزیز. تراکتورهای 399 475 485 سوپردار و معمولی همگی از پیستون با قطر 100 میلیمتر، کاسه احتراق 4 گوش ممه‌دار، گژنپین 35 و سرینگ استفاده میکنن. این ابعاد پیستونیه که استاندارد و برای این تراکتورها تعریف شده. حالا این ابعاد با تراکتور 285 و بقیه هم متفاوته، ولی توی تراکتور 285 همونطور که میدونید بر اساس سلیقه مکانیک در مناطق مختلف کشور پیستون های سرینگ و 4 رینگ داره استفاده میشه. بعضی مکانیکا پیستون سرینگ رو میپسندن که فابریکیه که روی خود تراکتور نصب میشه، بعضی مکانیکا پیستون 4 رینگ رو استفاده میکنن، میگن بهتر روشن میشه، بهتر کار میکنه، نرمتر و غیره و غیره. حالا برای این تراکتورها هم که پیستون سرینگ بوده، شرکت پروکسمان اومده پیستون 4 رینگ با همه همین ابعادی که عرض کردم خدمتتون، یعنی هیچ کدوم از این ابعاد و اندازه ها تغییر نکرده، فقط به جای سرینگ 4 رینگ داره تولید شده و شما میتونید برای تراکتورتون اگر پیستون 4 رینگ رو بهتر میپسندید استفاده کنید با خیال راحت. هیچ مشکلی هم براش به وجود نمیاد. حداقل 2 ساله که این پیستون 4 رینگ توی بازار هست، داره استفاده میشه و جواب داده. پس با خیال راحت اگر منطقتون پیستون 4 رینگ بند برای تراکتور 285، برای بقیه تراکتورهایی هم که عرض کردم میتونید از پیستون 4 رینگ استفاده کنید. پایدار و برقرار باشید. خدا نگهدار.